مادران عزیز و مهربان، خواهران عزیز و غمخوار، هر یکی شما را با این روزی زن و دختران، یعنی روز 8 مرد، از نام قلب جوانی خود، از نام اهل عائله، از نام دسته هنری خود، از نام اهل صنعت سمرقند، هر یکی شما را با این روز 8 مرد تبریک می‌نمایم. الها مانند گل‌های بهاری همیشه شکوفا باشتم. الها تا دنیا باشد باشتم میگیم. بیجیز نمیگن که زیر پای مادران جنت است. ما همیشه دعا میکنیم الها بر سر ما همیشه سایبان باشتم. الها دعاگوی باشتم میگیم. همیشه سربلند باشتم میگیم. ایام بهاری ایدی زن و دختران مبارک باشد میگیم. الها همیشه سربلند و الها سرفراز باشتم میگیم. هیچگاه از لبتان خنده دور نگردد. الها از رویتان سرخی دور نگردد میگیم. الها تا دنیا باشد باشتم میگیم. همیشه در پیش پای شما همیشه تعظیم می‌نماییم میگیم. سربلند باشتم الها. یگان صنعتکاری نیست که یگان شاعری نیست که بر وصف مادر یا شعر نوشته باشد یا سرود نخوانده باشد. کمی باشتن برای مادران ما زمزمه میکنیم. برای مادر وصف مادر سرود ما بخشیده میشد برای شما. سری سبزم فدای خاکی پاهایت ایو مادر، دل و جانم مدای قد و بالایت ایو مادر. سری سبزم فدای خاکی پاهایت ایو مادر، دل و جانم مدای قد و بالایت ایو مادر. تو کردی پای ما را راستن در راه انسانی، تو کردی پای ما را راستن در راه انسانی. سری بالای ما اندر قدم هایت ایو مادر، سری بالای ما اندر قدم هایت ایو مادر. عیدتان مبارک باشد مادران عزیز. الا تا دنیا باشد باشتم میگیم. همیشه سربلند و تنصیحت باشتم میگیم.